اومدیم با یک آموزش جذاب دیگه این روزه مینیاتوریمون نخ به اندازه نیاز برمی‌دارم تا این نخمو دو تا گره دادم. یه منجوق بند می‌برم تا این کار از سمت پایین منجوق یه بار دیگه سوزن رو در میارم. با همین منجوق باید 12 عدد سر بندازم. بافتمون بافت آجوریه. یه منجوق برمی‌دارم از منجوق دوم بعد نخ در. یه منجوق از منجوق دوم بعد نخ در تا پایین کار به همین صورت. رسیدم پایین کارم بافتم میچرخونم. یه منجوق برمی‌دارم به سمت بالا کارم رو ادامه میدم. جا خالی رو تا بالای کار پر می‌کنیم. رسیدم بالای کار به سمت پایین سوزن خالی در میارم. از سمت بالا کم میشه. دوباره از اینجا جا خالی رو پر می‌کنیم تو پایین کار. رسیدم پایین کار به سمت بالا خالی سوزن رو در میارم. از سمت پایینم کم میشه. بافتم اونقدر به سمت بالا پایین پیش میرم تا جا خالی همه پر بشه و نیمه گلبرگم کامل بشه. رسیدم بالای کار. اینجا میخوام بالای کارم یکم بزرگتر باشه. یه منجوق برمی‌دارم به سمت پایین برمیگردم. باز دوباره تا پایین جا خالی رو پر می‌کنیم. به سمت بالا خالی برمیگردم. جا خالی رو پر می‌کنم. از اینجا باز خالی برمیگردم. دو تا دیگه جا خالی داریم پر می‌کنیم. برمیگردم به سمت بالا و جا خالی آخر. نیمه گلبرگم کامل شد. نخو هدایت می‌کنم به سمت پایین کار. باید بیام از اینجا که اول کار گره زدیم سوزن رو در بیارم. رسیدم پایین کار بافتم میچرخونم و این طرف کارم قرینه همون طرف باید بافت بزنم. من بافت رو تا آخر رفتم. نخو داخل کار چند بار بالا پایین میبریم و بعد برش میدیم. حفظ گلبرگ باید بدونم تا بدون راحت روی حفظ بافت بزنم. یکی که 90 نیاز داریم برای مونتاژ گلبرگامون نخ قرقره من پایینش گره دادم. هم میتونیم به صورت پنبرگ اینو مونتاژ کنیم هم مثل گل من پر برگ باشه مثل لوراژ مینیاتوری. از زیر نمد میام بیرون و حالت دایره‌وار گلبرگا رو به نمد دوخت میزنم. 6 تا گلبرگ هم میتونیم به این صورت مونتاژ کنیم هم میتونیم مثل من داخل کارم پر کنیم تا روزتون پر بشه. باز ما بین همینا باید گلبرگا رو مونتاژ کنیم. این مجموعه زیبای ما حدود 25 عدد گلبرگ ازش استفاده شد داخل کار که همش روی هم دیگه 10 گرم هم مواد نمیبره. میتونید برای دیزاین کیف کفش و لباس ازش استفاده کنید.